الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از ما یک برادرمون سوال کردن که سوره نور آیت 31 رو به ما تفسیر کنید، معنی داد کنید. البته به این آیت 31 آیت کمی قبلش هم تعلق دارد، خوب است که همراه کنیم. آیت 30 و 31 در سوره نور الله آیت 30 و 31 آداب مسلمان مرد و مسلمان زن را ذکر می کند. واجباتی که به مرد و زن هست همین را ذکر می کند. حتی بعضی از علما گفتند به زنهای خود سوره نور را حفظ بکنانید و نجات زنها در حفظ و عمل سوره نور است، چرا که در این سوره خیلی هم احکام مهمی زنها را الله رب العزت و الجلال کاملا ذکر کرده است. الله در آیه 30 ذکر می کند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبیر بما يصنعون. قل للمؤمنین معنیش این است که الله رب العزت و الجلال به محمد صلی الله علیه و سلم امر میکند و میگوید که ای محمد بگو بر مؤمنان، به مؤمنان بگو و برسان که یغضوا من ابصارهم چشمهای خود را حفظ بکنند و یحفظوا فروجهم و فرجهای خود را حفظ کنند، نگه دارند، به حرام نروند. ذلك ازکى لهم این برای اونها پاکی هست، حفظ است، خوب هست، طیب هست، اطیب هست. ان الله خبیر بما یصنعون. الله رب العزت و الجلال البته از همه اون عملهایی که شما انجام میدید با خبر است. پس الله من شما را مردان را امر میکند که چشمهای خود را نگه داریم، سدا للذرائع لقطع ذرائع الزنا. ببینید الله نه فقط به زنا رفتن را بلکه به چشم نگاه کردن به طرف محارم زنها یا که چیزهایی که نگاه کردنش به ما جایز نیست منع میکند تا که از زنا با همه راههایش دور شویم. غض البصر در اینجا علما میگن چشم را به پایان فراوردن، خصوصا در این روزهای فتنه وقتی که در کوچه راه میگردید چشم را به پیش انداخته رو گشتن و به همه زنهای نیم برهنه نگاه نکردن را، این را غض البصر میگن. بعضی از علما میگن که وجه التبعیض در اینجا این است که انسان در یک فجأتا اگر نگاه کند معفو عنه هست در نظر یکم، برای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن به علی رضی الله عنه در حدیث صحیح میگن که نظر یکم این باقی ندارد، یعنی نظری فجعه هست، معفو عنه است. به خبر نگاه کنید، لیکن بعد از اینکه دیدید که این چیز نباید نگاه کنید به پیش خود نگاه کنید. اما نظر دوم و سوم دو بار یا سه بار به همون مکان نگاه کنید و کاری مثلا همون چیزی که نباید نگاه کنید، این نظر شیطان است و به این گناه و معصیت گرفته میشود. یحفظوا فروجهم یعنی مردها باید فرجهای خود را نگه دارند، به کار حرام زنا نروند، بلکه فرجها را به همون حلال یعنی به زن خود حفظ کنند، تنها به زن خود معامله کنند. ذلك یعنی غض البصر و حفظ فرج، چشم را وقتی که نگاه می‌دارید و فرج خود را وقتی که نگاه می‌دارید ازکى لهم یعنی خیلی هم برای شما پاکی را می‌آورد، از افلاسی ها از ناپاکی ها شما را دور می‌کند، از شک و شبهه شما را دور می‌کند و شما را از تلبیس ابلیس وسوسه شیطان شما را دور خواهد کرد. ان الله خبیر بما یصنعون یک وعید است، یعنی وقتی که شما این عمل را انجام نمیدهید به گفته الله امر الله زندگی نمیکنید، شما باید دانید که الله شما را دیده ایستاده است و به هر یک این عملتون شما به الله جواب خواهید داد. این آیت 30 سوره نور بود که تعلق به مردان مؤمنان دارد. آیت 31 تلاوت میکنیم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. این آیت 31 سوره نور بود که خاص تعلق زن هاست، یعنی مسائل زیادی زنانه را بیان میکند. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ای محمد صلی الله علیه وسلم انکنون اینچنین به مؤمن زنها بیان بکن تا که چشمهای خود را حفظ بکنند، نگه دارند. علما از این حدیث استدلال میگیرند و میگویند که از این آیت استدلال میگیرند برای حرام بودنی نظری زنها به غیر محرمشون. یعنی این آیت دلالت میکند که به زنها حرام است که به مردان بیگانه نگاه بکنند، چشمشون را حفظ نکنند، چشمشون به هر طرف پریشان باشد. برای زنها البته حرام است و این خیلی هم بی‌آدابی است، چرا که انمین چشم است که انسان را به فتنه میبرد. انمین چشم است که اولی مقدمه زنا از چشم است. و برای زنها، خواهران مسلمان و مادران مسلمان ما واجب است که چشمهای خود را و فرجهای خود را و رویهای خود را نگه دارند. روی، چشم، فرج، این همه مکانهایی که نگه داشتنش برای مرد و زن ضرور است. البته برای زن روی هم ضرور است، گرچه که برای مرد این ضرور نیست. و در دوام آیت میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینتهای خود را آشکار نکنند مگر هم آن چیزی که آشکار شدنش ضرور است. یعنی بعضی لباس پوشیدن برآمدن جایز است، اما زینت خود را آشکار کردن جایز نیست. زینت چیست؟ در این آیت زینت چیست؟ زینت این لباس است، روی هست. یا بعضی از علما میگن ولا یبدین زینتهن، یعنی زینت خود را به مردم آشکار نکند الا ما ظهر منها، مگر هم آن چیزی که ظاهر شدنش ضروری است، به مانند لباس. مثلا زن وقتی که لباس میپوشد لباس را پنهان کردن این ناممکن است، یا که دو دست، دو کف. و بعضی از علما روی هم میگن. اصلا در قول راجح زن باید روی خود را هم پوشد، بهتر است و افضل است و خوب است. و این سنت زنهای رسول الله و صحابگان بود که با روی خود نقاب میبستند. اما زینت چیست؟ اینها جایز است، یعنی ثیاب با لباسش برآمدن، مقصد یک لباسی حجابی مخصوص با کف دستش نمایش شود جایز است. در قول راجح رویش را پوشیدنش لازم است. اما زینت چیست؟ ابن عباس و قتاده رضی الله عنهما در تفسیر این حدیث میگن که ظاهر زینت این خوشبویی کردن، انگشترین
نمایان کردن انگشترین، نمایان کردن حلقه، نمایان کردن این زیباگی ها یا نمایان کردن یک لباس خیلی هم زینت، لباسی که رنگ های هر نمود زیبای دقت جلب کننده دارد، این زیباگی است، به این زینت داخل می شود. یا پای افسال های که غیر شرعی هست، کنش بلند هست و غیر شرعی است، یا لباس های که رنگش هر نمود باشد و گل و گلزار باشد و دقت انسان ها را جلب کند یا تنگ باشد، اینها به زینت داخل می شود و این حرام است. البته زن نباید زینت خود را، یک عملی که عموما میگیم یک چیزی که زن نازکیش را بیان میکند، یک چیزی که زن را زیباگیش را بیان میکند، گرچند که ما در اینجا ذکر نکردیم، خود هر یک زن از زینت خودش باخبر است، نباید به مردم نشان بدهد. چیزی نباشد که این چیز اگر به زینت زن تعلق داشته باشد، زن نباید این چیز را به مردم نشان بدهد، بلکه حفظ بکند، نگاه دارد، به شوهر خود نگاه دارد. اما ابن عمر و ابن عباس در روایت دیگر میگن که اما کف و روی، یعنی دو کف دست و روی و لباس، لباسی چه خیلی گفتیم یک رنگ و وسیع اسلامی شرعی، با که ندارد که با این لباس بیرون براید و در بین مردم باشد. و در دوام آیت میگه ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، و خمورهای خود را بر جیوبهن زند. یعنی معنی این آیت چیست؟ معنی اولا خمر جمع خمار است، یعنی این کلمه در اینجا خمورهن در اینجا مفرد آمده است، جمعش خمار است. و هو ما تغطی به المرأة رأسها، این یک متریالی هست یا که یک متاعی هست که زن با بالای سرش می اندازد. اول رومال، لیکن از بالای رومال می اندازد تا که جیوبهن. جیوبهن معنیش این که جمع جیوب، جیوب جمع جیب هست، این یک موضعی که گریبان است. مقصد وقتی که انسان کرته رو می پوشد، این جای مدخلی به سر داره، ما میگیم گریبان. این کمی صدر زن باز می ایستد. اگر کته های تاجیکی ما یا تمام کته، صدر زن کمی باز می ایستد. زن مأمور از نظر شریعت است که با بالای سرش یک متاع پوشد، یک رومال وسیع پوشد یا یک متاع زیاد رو گیرد تا که همین پیش صدرش، قفس سینه اش، پیش صدرش، گریبانش، پشتش و سینه هایش محکم باشد. چلی که در زمان کمی قدیمتر می دیدیم مادران پیرانسال رومال می پوشتند، از بالای رومال یک جیلتکه خود را، یک خلط خود را به بالای سر می پتتند. وقتی که مردها را می دیدند روی خود را پنه می کردند. سبحان الله، این بهترین سنت زنی مسلمان است، بهترین عادت زنی مسلمان است که به بالای خود یک غیر از رومالش یک لطه اضافگی بگیرد، وقتی که مرد را دید روی خود را پناه بکند. رضاگی الله در همین است. و در دوام آیت میگه ولا یبدین زینتهن، زنها نباید زینتهای خودشان را آشکار بکنند، یعنی زینتهن الباطنه، زینتهای باطنی خود را به مانند موی، به مانند صدر، قفس سینه، یا که لباسهای تنگ پوشیده جسم خود را معین نکنند که یک کس وقتی که نظر میکند فهمد که جسم این چگونه هست. سبحان الله، این آشکار کردن زینت باطنی می باشد، این جایز نیست و این حرام است. الا لبعولتهن، تنها جایز است به شوهرش، یعنی الا لبعولتهن، مگرم به بعولتهن. معنای بعوله در اینجا بعولتهن ای ازواجهن، مگرم به شوهرشون. زنی مسلمان مأمور هست، وظیفه دار است که به شوهر خود را چنان زیبا کند که مثل پری باشد. پری یعنی کنایه از زیباگی، خیلی هم زیبا باشد، خوشرو باشد، با تمام این نوعهای زیباگی که شریعت اجازه داده است. خوشبویی، لباسهای زیبا، فرقی ندارد، لباسهای تنگ، موی زیبا کردن با که ندارد، اما به شوهر خود بکنید، چرا که خوشبختی شما در شوهرتون است و الله این را اجازه داده است. اما این زینتتون را به بیرون برآوردن حرام است.
و به هر یک دقیقه و ثانیه که در بیرون با این زینت به غیر محرم نشون میدید، سبحان الله عذاب خواهید کشید. و ابنائهن و يدخل في قول ابنائهن الا لبعولتهن، مگرم به شوهرهای خود. و اینچنین باقی مانده از نفرایی که الله ذکر میکنه میگه او ابنائهن او ابنائهن، و اینچنین به فرزندهای خود. یعنی زن میتواند که موی خود را به فرزندش کمی نمایان کند، جایز است، چرا که فرزند محرم است و مادر برای فرزند حرام است. معنای این نشان دادن زیبایی از همه زیبایی کامل را انسان به شوهر، یعنی زن به شوهر نشان میدهد. اما نسبتا بعضی از زینتی که به مانند موی هست و چخیلی که گفتیم به مانند دست و اورینج یا کمی ساق پایش اگر در نزد فرزندهایش نماید یا در نزد نبیرگانش باشد جایز است. فرزند دختر پسر، دختر پسرش یعنی نبیره، پسری پسر. و اینچنین اباء البعوله و اباء الاباء، یعنی در نزد بابای خودش این دختر، در نزد پدرش، در نزد برادرش، در نزد پسرش، در نزد نبیره اش، در نزد پدری شوهرش اگر کمی مویش نماید یا کمی صدرش یعنی گردنش نماید یا دستش تو اورین نماید باکی نیست. و كذلك ابناء الاخوه، و اینچنین در نزد جیانهایش به مانند اگر زن جیان داشته باشد، جیانی ما میگیم پسری خواهرش یا پسری برادرش، پسرهای خواهرش و پسرهای برادرش جایز است، برای که به من شما حرام است که مردها خاله یا که عمه خود را به نکاح خود داریم. برای همین اینها محرم هستند. محرم یعنی معناش این که نکاح کردن اونها جایز نیست، حرام است. ما نکاح کردن نمیتوانیم این زن را، عمه، خواهر، مادر، خاله. پس زن میتواند که در نزد جیانش، فرزند خواهر یا برادرش کمی از زینت خود به مانند مویش یا که گردنش و دستش یا کمی ساق پایش نماید باکی نیست. و اینچنین عمک یا که تقا، اینها به مانند دیگر محارم ها محرم هستند، برای آنکه عمک جن خود را به نکاح خود در آوردنش جایز نیست و حرام است. اینچنین تقا اگر در نزد عمک یا تقا شما زن کمی مویش نماید یا دستش تو اورنج شده باشد باکی ندارد، اما همیشه حفظ کردن بهتر است. و اینچنین در برادر رضاعیتش او نسائهن، خیلی گفتیم او لبعولتهن او اباء بعولتهن، یعنی پدر شوهرش، او اباء بعولتهن و او ابنائهن فرزنداش، او ابناء بعولتهن یا فرزندای شوهرش. یک زن به خانه شوهرش به یک مرد زن می شود، در حالتی که این مرد از دیگر زنش باز فرزند دارد. در پیش این فرزندی از دیگر شده این زن کمی از زینتش باز شد، به مانند مویش یا چخیلی گفتیم صدرش یا دستش کمی اورنج جایز است، باکی ندارد. او اخوانهن او بنی اخوانهن، چخیلی گفتیم برادرش یا فرزندای برادرش، او خواهرش یا فرزندان خواهرش، او نسائهن او مملکت ایمانهن، یا در نزد زنهایی که هست زنهای مسلمان، اگر در یک جا جمع باشند زنهای مسلمان باشد کمی زینتش باز شود جایز است. او ملکت ایمانهن او ما ملکت ایمانهن، یعنی غلام، کنیزه زن اگر در خانهش باشد، کنیزه غلام یا غلام مرد. در تفسیر میگن که این آیت یشمل العبید والاماء مسلمین او کافرین، یعنی غلام فرق ندارد که مسلمان است یا کافر است، در نزد اونها اگر کنیزه باشد شما میتواند که زنک میتواند که در نزد کنیزش خود را حفظ کند. او التابع غیر اولی الاربه من الرجال، او التابع غیر علبه من الرجال، یعنی اینها یک مردهای هستند که به اهل بیت، به اهل خانوادهتون تعلق دارند، یا خدمتگار خانه هستند، یا در خانه شما، در یک طرف خانه شما یا در نصف خانه شما اجاره گرفتن زندگی میکنند. المهم اینها کسانی هستند که مردهای در تفسیر گفتند احمق او احمق. احمق یعنی
مردی کمی بیعقل، کمی دیوانه که اون زن و مرد رو اینقدر در این مسئله شهوت ندارد و دیوانه به خودش آور است. یا مردهایی که به زن حاجت ندارند به مانند مردهای خونسا، اون مردهایی که کسل هستند، یا مردهایی که چی اونها حاجت به زن ندارند، در نزد اونها هم اگر کمی گردنش یا مویش یا دستش نماید باقی نیست. او الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، یا که در نزد کودکانی که حالا عورت زن را فرقش را نمیفهمند، یعنی حالا به مسئله شهوت داخل نشدند، حالا به بلاغت نرسیدند، طفل هستند اونها و به سن تمیز نرسیدند. این جوان پیش از به سن بلاغت رسیدن هم سن تمیز دارد. در این حالت هم زنها خود را از این جوانها باید دور گیرند. اما در طفل، کودکی که حالا عورت زن را فرق کرده نمیتواند، دنیا را نمیفهمد، به این باقی نیست که زن در نزد این چی کند؟ زینتش را آشکار کند. نه مثل که در نزد شوهر، بلکه اینو تنها در مسئله اورنج دست یا کمی موی در این مسئله سوال که. و در دوام میگه لا تضرب ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن، یعنی زنها نباید پایهای خود را به زمین سخت سخت بگذارند و از پای افضال خود صدا برآورند، حتی که اون تا اینکه این یک زینت مخفی اونها به مردم آشکار شود. یعنی زن وقتی که پایش را سخت میگذارد و صدای پایش میبرد، البته مردم دقت میدهند که این یک فتنه بزرگ است. در تفسیر میگن لا تضرب المرأة برجلها، یعنی زن نباید با پایش سخت سخت بزند تا اینکه آواز پای صدای قدمش را مردم فهمند. برای همین به زنهای مسلمان ضرور است که پای افضل‌هایی که صدا میبرد نپوشند و این حرام است. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمن ها همه شما مرد و زن به سوی الله توبه کنید. و در این آیت، در آخر آیت امر به توبه است، همیشه توبه کنید و خلاف در بین علما نیست که توبه کردن واجب است، همیشه انسان باید توبه کند و توبه کردن فرض از فرضهای دین است. و این مختصری تفسیری آیت 31 سوره نور بود و ان شاء الله در آینده قریب این مسائل را در کتاب لباسی که حاضر درسمون دوام دارد کاملا مفصلا خیلی هم با اقوال علما و حدیث شرح خواهیم داد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.